تو 7 ساعت میخوابی، همه چی رو هم درست انجام میدی، سر وقت میری بخوابی، کافئین نمیخوری، حتی قبل از نیمه شب چشماتو میبندی، ولی بازم وقتی بیدار میشی کسل و گیجی و سریع میری سمت قهوه یا چای. اعصاب خورد کنه، نه؟ اما موضوع جالب اینجاست که یکی توی ژاپن دقیقاً همون 7 ساعت رو میخوابه، ولی صبح پر انرژی، سرحال و متمرکز بیدار میشه. خب رازش چیه؟ ژنش خوبه؟ تشک جادویی دارن؟ یا اینکه ما کلاً خوابیدن رو اشتباه انجام میدیم؟ به آموزولین خوش اومدی، جایی که ایده های بزرگ رو ساده میکنیم. امروز میخوایم بریم سراغ عادت های خواب ژاپنی ها، اینکه چطور با 6 تا 7 ساعت خواب یک استراحت عمیق و انرژی بخش میگیرن، در حالی که خیلی از ما 8 ساعت میخوابیم ولی بازم مثل زامبی ها بیدار میشیم. ولی نگران نباش، نه لازم داری بری توکیو، نه $400 خرج تشک کنی. من اطلاعاتشون رو جمع آوری کردم. توی این ویدیو 7 تا از عادتهای علمی و ثابت شده خواب ژاپنی ها گفته میشه که حتی با خواب کم سر حال بیدارت میکنه. بریم قدم به قدم جلو و آره، از امشب میتونی شروع کنی. قدم اول، اتاقت رو سرد کن. یک تحقیق بزرگ روی 2000 تا خونه ژاپنی نشون داده که دمای اتاقشون موقع خواب حدود 13 درجه سانتیگراده، در حالی که میانگین اتاق ایرانی ها حدود 20 تا 22 درجه است. این موضوع راحتی نیست چون مربوط به علوم اعصابه. دکتر متیو واکر، متخصص خواب، میگه که برای اینکه مغز وارد خواب عمیق و ترمیم کننده بشه باید 2 تا 3 درجه سردتر بشه. اتاق سرد این کار رو طبیعی انجام میده. امشب امتحانش کن. رادیاتور یا بخاری رو بذار روی 15 تا 18 درجه سانتیگراد، یا اگر هوا گرمه پنکه روشن کن یا پنجره رو باز کن. تو سوسمار نیستی، فقط داری به مغزت سیگنال شروع ترمیم رو میدی. قدم دوم، حمایت نه نرمی. ما عاشق تختای ابری و نرمیم، ولی حقیقت اینه که ستون فقرات دنبال راحتی نیست، دنبال حمایته. توی ژاپن مردم روی فتونهای سفت و حسیر تاتامی میخوابن. شاید سخت به نظر بیاد، اما ستون فقرات رو صاف نگه میداره و فشار رو روی بدن کم میکنه. این یعنی خواب عمیق‌تر و بدون وقفه. خواب بد مساوی بیدار شدنهای ریز و مساوی کسل بودن. جیمز کلیر میگه تغییرات کوچیک جمع میشن. عوض کردن محل خواب با یه سطح سفت‌تر شاید کوچیک باشه، ولی نتیجه خواب عالی. قدم سوم، حمام داغ به اضافه اتاق سرد مساوی خواب جادویی. اینجاست که ژاپن واقعا میدرخشه. مراسم اوفورو، یک حمام داغ حدود 40 درجه قبل خواب. شاید فکر کنی حمام داغ آدم رو داغتر میکنه، ولی در واقع برعکسه. بعد از حمام بدنت سریع سرد میشه و این دقیقاً سیگنال خواب رو فعال میکنه. انگار دکمه سلیپ مود رو زدی. کار تو چیه؟ اینه که 1 تا 2 ساعت قبل خواب یه حمام یا دوش داغ بگیری. وقتی بدنت بعدش خنک میشه، زمینه خواب عمیق رو آماده میکنه. فیلم سینمایی لازم نیست، فقط خیس شو، آروم شو و ریست کن. قدم چهارم، شرم خواب رو عوض کن. یه واقعیت فرهنگی شگفت‌انگیز. توی ژاپن وقتی میگن خسته به نظر میرسی یعنی خیلی تلاش کردی و این یک نوع احترامه. حتی چرت زدن توی مکان عمومی کار محترمانه حساب میشه. ولی اینجا چی؟ خواب برای آدم ضعیفه و اگه بخوابی عقب میفتی و وقتی خسته ایم به جای حل مشکل با کافئین قایمش میکنیم. بیاین برعکسش کنیم. خستگی شکست نیست، یک پیام بدنیه. وقتی بهش احترام میذاری سیستم عصبی آروم میشه و خواب برامون آسونتر میشه. امشب مقاومت نکن، بدنت داره میگه وقت استراحته و این حق توه. قدم پنجم، استاد چرت‌های کوچیک شو. یه راز دیگه ژاپنی ها خواب استراتژیک. به 8 ساعت خواب ثابت گیر نمیدن. تمرکزشون روی کیفیت و بازگشت انرژیه.
چرت‌های کوتاه 20 دقیقه‌ای حافظه، حال روحی و تمرکز رو بهتر میکنه بدون اینکه گیجت کنه. تو خواب بیشتر نمیخوای، عادت خواب بهتر میخوای. جیمز کلیر میگه به جای تمرکز روی هدف، سیستم رو بهینه کن. تو هم امتحان کن. به جای اینکه هر شب به زور 9 ساعت بخوابی و وقتی نمیرسی احساس گناه کنی، یک شرط 20 دقیقه‌ای توی روز بذار. فشار کمتر مساوی با خواب بهتر. قدم ششم، خاموش کردن تکنولوژی مساوی روشن شدن خواب. توی بیشتر اتاق خوابها گوشی و تبلت و تلویزیون پادشاهی میکنن، ولی نور آبیشون ملاتونین یعنی هورمون خواب رو عقب میندازن. ژاپن هم تکنولوژی داره، شاید پیشرفته تر از بیشتر کشورها. 95% نوجوانهای ژاپنی گوشی دارن، ولی کنترل استفادهشون قبل خواب بهتره. محتوای پر استرس هم داغونشون نمیکنه. عادت جدید تو: 1 ساعت قبل خواب بدون صفحه نمایش، یا حداقل نور کم و محتوای آروم. به مغزت استراحت بده قبل از اینکه اونو از کار بندازی. یادت باشه تختت سینما نیست، منطقه خواب توست. قدم هفتم، بالشت رو جدی بگیر. شاید فکر کنی بالشت مهم نیست، ولی تصور کن 8 ساعت گردنت کج باشه. بیشتر بالش‌های نرم دقیقاً همین کار رو میکنن. ژاپنی‌ها از بالش‌های سوباکاوا استفاده میکنن. بالش‌هایی پر از پوسته گندم سیاه که دقیقاً به فرم گردن میچسبه، نه وزن سر. تحقیقات نشون میده 95% درد گردن با این نوع بالش کاهش پیدا میکنه. خلاصه قابل اجرا از امشب: اتاقت رو سرد نگه دار، 1 تا 2 ساعت قبل خواب حمام داغ، روی سطح سفت‌تر بخواب، خستگی رو پیام بدون نقص ببین، چرت‌های کوتاه بزن، 1 ساعت قبل خواب تکنولوژی ممنوع، 1 بالشت حمایتی مناسب گردن استفاده کن. اینها تغییرات بزرگ نیستن، جزئیات کوچیکن که جمع میشن و نتیجهش خواب عمیق‌تر، انرژی بیشتر، فکر شفافتر و زندگی بهتر. آموزولین رو فراموش نکنید و تا ویدیو بعدی بدرود.